سلام، به کانال میلاد زبان خوش اومدید. امروز می‌خوام یکی دیگه از آموزش زبان انگلیسی رو به شما بگم با نام انگلیسی آموزش زبان انگلیسی با سریال گیم آف ترونز قسمت پنجم. خب تو این قسمت هم ما می‌خوایم یه سری دیالوگ ها رو کار بکنیم. کلا دیالوگ های مربوط به این سریال دیالوگ‌هاش لغاتی هستن که لغاتی که مثلا به سبک قدیمی استفاده میشن ولی تو زمان حال استفاده میکنن. میگه که commander of the city، فرمانده شهر، ancient، باستانی یا قدیمی، his grandson shall hold this honor، میگه نوادگانش باید این افتخار رو نگهش دارن. until the end of time، تا آخرین زمان، تا پایان. in these times of treason and turmoil، در این زمانه خیانت و آشوب. turmoil یعنی آشوب، treason یعنی خیانت. I am yours to command، در خدمت گذاری حاضرم سرورم. every man and woman in the seven kingdoms، همه مردم و زنان در این 7 پادشاهی. but it is time to put aside your armor and your sword، ولی دیگه زمانش رسیده که زره و شمشیرتو کنار بگذاری. it is time to rest، وقت استراحته. rest یعنی استراحت کردن. خب you are too old to protect anybody، تو خیلی پیر هستی که از کسی بتونی محافظت کنی. he will take your place، اون میتونه جاتو میگیره. I am a knight، من یک شوالیه هستم. I could cut through the 5 of you like carving a cake، میگه من میتونم از بین 5 تا شما عبور کنم درست مثل بریدن یک کیک. خب commander یعنی فرمانده. commander in chief تو آمریکا میگن میشه فرمانده کل قوا. ancient یعنی قدیمی، باستانی. مثلا میگیم the ancient Egypt، مصر باستان. خب اینطوری میگن the ancient Egypt. grandson میشه نوه پسری، granddaughter نوه پسر، granddaughter نوه دختر. خب the end of time همون treason یعنی خیانت. turmoil یعنی آشوب. خب I am yours to command، میگه من فرمانده، I'm yours to command، من در خدمت گذاری حاضرم. میگه من I am yours یعنی من برای شما جهت خدمت گذاری، جهت گوش به فرمان بودن، گوش به فرمان شما هستم. مثلا این جمله رو میتونیم اینطوری معنی بکنیم I am yours to command، من گوش به فرمان شما هستم. سرورم هم تو اون سریال میگفتن چی؟ my lord، درسته؟ یا my honor. lord honor هم میگفتن تو بعضی سریال، مثل سریال چی؟ سریال اسپارتاکوس. خب yes my honor. یا دیگه تو سریال هایی مثل سریال هایی که صفحش قدیمی باشه my lord، my grace، اینها رو میگم ولی بیشتر لورد معنی میده سرورم. every man and woman in the 7 kingdoms، kingdom یعنی پادشاهی. sword یعنی چی؟ یعنی شمشیر. armor یعنی چی؟ یعنی همون زره. rest یعنی استراحت کردن. rest به معنی بقیه هم هست، مثلا میگیم the rest of your life، بقیه زندگیت. خب rest of the book، بقیه کتاب. rest of the road، بقیه جاده. خب میتونیم بگیم he will take your place، take یعنی گرفتن، یعنی جاتو میگیره، مقامتو میگیره. place یعنی جا، اینجا ببینیم مقام هم هست، یعنی اون جایگاه، بهتره بگیم مقام نه جایگاه. I am a knight، من یک شوالیه هستم. knight یعنی شوالیه. I could cut through the 5 of you like carving a cake. carving a cake یعنی کیک، بریدن کیک. یعنی مثلا میگه با شمشیر وایساده جلوی سربازا، میگه من میتونم بیام مثل تیکایی که شما رو از بین ببرم. خب honor یعنی چی؟ honor یعنی همون افتخار دیگه. honor it is my honor to meet you، باعث افتخارم که شما رو ببینم. خب بعد از جمله لغات قدیمی که میتونیم بهش اشاره بکنیم، مثلا توی ویدیوهای قبلی هم گفتم توی سریال اسپارتاکوس، حالا این سریال گیم آف ترونز و سریال های از این قبیل، لغات مثلا کشورها رو به نام قدیمش میگن. نام قدیمش مثلا هندوستان چی میشه؟ میشه بهارات. خب بهارات. فرانسه چی میشه؟ میشه گولز. البته گولز منظور همون مردمانی هستن که در فرانسه و یا بلژیک زندگی میکنن. خب گولز. گول یعنی چی؟ گول همون مردم فرانسوی هستن. ایران هم میگفتن، تو ایران هم میگفتن Persian، the Persians. خب Persians. خب
اسامی ancient یا اسامی باستانی اینها هستن. کشورهای مختلف اسامی باستانی خودشون رو دارن. The Persian men and women، مردان و زنان ایرانی، مردان و زنان پرشیا. خب پرشیا گول مثل پرشیا میشه ایران، گول میشه فرانسه، عرب که میشد عرب، Arabs که یعنی کشورهای عربی. بعد مواردی از این قبیل. هند میشد بهارت، یعنی قبل از وجود همون پادشاهی انگلستان و استعمار هند توسط انگلستان میگفتن چی؟ بهارت. هند انگلیس که اومد دیگه، انگلیسی که از قدرت سیاسی در هندوستان خلق شد دیگه میگن چی؟ ایندیا. ولی بهارات هست توی هند. اگه صحبت‌های نخست وزیر هند هم بعضی موقع شنیده باشید میگه بهارت. خب بعد حالا دوبار میخونم این متن رو. Commander of the city, ancient, his grandson shall hold this honor. یا بهتره بگیم his honor. میگه his honor، میگه که نوادگانش میتونن باید افتخارش نگه دارن. Until the end of time, in these times of treason and turmoil, I am yours to command, every man and woman in the 7 kingdoms. But it is time to put aside your armor and your sword. It is time to rest. You are too old to protect anybody. He will take your place. I am a knight. I could cut through the 5 of you like carving a cake. Commander of the city, ancient, his grandson shall hold his honor until the end of time. In these times of treason and turmoil. Treason, خیانت، turmoil یعنی آشوب. I am yours to command, every man and woman in the 7 kingdoms. But it is time to put aside your armor and your sword. It is time to rest. You are too old to protect anybody. He will take your place. I am a knight. I could cut through the 5 of you like carving a cake. Commander of the city, ancient, his grandsons shall hold his honor until the end of time. In these times of treason and turmoil, I am yours to command. Command یعنی حالت دستور میشه، command میشه فرمانده. اینجا I am yours to command یعنی برای خدمت گوش به فرمان شما هستم. Every man and woman in the 7 kingdoms. In the 7 kingdoms. But it is time to put aside your armor and your sword. It is time to rest. You are too old to protect anybody. He will take your place. I am a knight. I could cut through the 5 of you like carving a cake. البته تو بریتانیا میگن carving a cake. اون ر تلفظ نمیشه تو انگلیسی. خب در خصوص یادگیری زبان با سریال میتونیم سریال های مختلفی رو معرفی بکنیم. یک سریال گیم آف ترونز میتونه خیلی خوب باشه از جهت لغات خیلی خوبی که درش استفاده شده. سریال های دیگه هم هستن، سریال فرندز، سریال های بیگ بنگ تئوری و مواردی از این قبیل که برای آموزش زبان تخصصی گیم آف ترونز یکی از بهترین سریال جهت لغاتی که توش هست. بعد یکی از نکاتی که باید در نظر بگیرید این هستش که گیم آف ترونز به طور کلی میتونه باعث چی بشه؟ باعث بشه که زبان رو خیلی تخصصی یاد بگیرید. مثلا لغاتی مثل ترمایل، تریزن، این لغات ها بیشتر توی فیلم های خاص به کار میره، ولی تو سری گیم آف ترونز تو سریالی که به سبک بریتانیایی ساخته شده بیشتر به کار میره. و یکی از نکاتی که باید در نظر داشته باشید این هستش که نکته اصلیش و نکته اساسیش اینه که لغاتش رو همیشه یادداشت بکنید. اگر میخواید یک بار دیگه سریال رو ببینید با زیرنویس انگلیسی ببینید و لغاتش رو یادداشت بکنید. یادداشت لغاتش هست که با مرورش میتونه دانش زبانی شما رو بالا ببره و این نکته رو باید در نظر داشته باشید. سریال گیم آف ترونز، ما سریال مختلفی رو قراره توی کانال بررسی بکنیم علاوه آموزش زبانی که یکی از این سریال گیم آف ترونز هست. سریال های دیگه هم با هم بررسی می‌کنیم. گفتم سریال یک بخشی هم برای فیلم خواهیم گذاشت که فیلم ها رو چند قسمت های مختلفش رو بررسی بکنیم. خب و نکته دیگه هم این که تمرین و تکرار میتونه شما رو در زبان قوی بکنه. یک بار نه چند بار. یک لغت بعد 20 بار 30 بار 40 بار بخونید تا
یک لغت یا عبارت یا هر عبارتی رو اینقدر تکرار کنید تا ملکه ذهنتون بشه. خب